بیفشاند جهانی بذل شوکت. خدایا مغفرت کن جمع یاران، ببخشا هر کدام حوران جنت. پیام دین حق از تاج منبر، بیفشاند جهانی بذل شوکت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی و سروران بزرگوار، موضوع این هفته ما عید اضحی است یا عید قربان اصطلاحاً. همانطوری که می‌دانید الله متعال دو جایزه بزرگ برای اهل ایمان و اهل طاعتش مقرر فرموده که در پایان دو عبادت بزرگ انجام می شود یا توزیع می شود. این دو جایزه، یکی جایزه ماه مبارک رمضان است که در پایان ماه مبارک رمضان پس از یک ماه عبادت و خستگی خداوند متعال یک روز را به عنوان عید و اجازه شادمانی در این روز مشروع قرار داده است. و روز دیگر عید اضحی در پایان عبادت بزرگ حج و اعمال نیکی که حجاج بیت الله حرام انجام میدهند و سایر مسلمانان در دهه اول ماه ذی‌حجه، که این هر دو مناسبت در واقع دو تا مناسبت شادمانی به مناسبت پایان یافتن دو عبادت بزرگ است. الله متعال در سوره روم می‌فرماید: فاقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. ای رسول گرامی، اقم وجهك للدین حنیفا. خطاب اول همیشه در قرآن کریم به رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، اما غالباً مخاطب امت هستند. پس ای مسلمان، رو به آیین الله کن، رو به دین و آیین الله کن روی خود را، زیرا که این آیین و این دین فطرت الله متعال است که مخلوق را و انسانها را و مخلوقات را بر این فطرت آفریده است. لا تبدیل لخلق الله، و این خلقت الله متعال و این فطرتی که انسانها را بر اون آفریده است قابل تغییر و تبدیل نیست. ذلک الدین القیم، این است دین پایدار. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما بیشتر مردم نمیدانند. در این آیه کریمه در واقع پیوندی که بین انسان به عنوان یک مخلوق و بین دین یعنی آیین و برنامه زندگی او وجود دارد، الله متعال از این پیوند پرده برداشته و نشان داده است که انسان در واقع مخلوقی است که برنامه زندگی او برگرفته از فطرت سالم اوست و انسان مخلوقی است که برنامه زندگی او از روز ازل با توجه به خصوصیاتی که در وجود اوست از سوی الله متعال مقرر گردیده است.
و بدین وسیله مشخص می شود که سرشت انسان با برنامه زندگی او کاملا همسو و هماهنگ هستند. ذاتی که این انسان را آفریده است همون ذات است که این آیین را فرستاده است و این برنامه زندگی را. و از اونجایی که الله متعال از هر کس دیگری نسبت به بندگان خودش آگاه تر است، چون که او آفریننده است، او ذاتی است که انسانها را آفریده است، و از آنجایی که او تمام دقایق زندگی انسان را، تمام جزئیات زندگی انسان را میداند، لذا طوری مقرر فرموده که آیین زندگی و برنامه زندگی انسان بر وفق خصوصیات فطری انسان انطباق داشته باشد. و همچنان که دین الله ثابت و استوار است، فطرتی که الله متعال انسان را بر اون فطرت آفریده است نیز لا یتغیر است. و این قاعده بزرگ را وقتی ما بفهمیم، درک بسیاری از مسائل در جهان برای ما راحت است. تحلیل ما از مسائل از این زاویه و اینکه انسان با توجه به جهان بینی توحیدی که الزاماً باید داشته باشد، خود می‌داند و تشخیص می‌دهد که اگر انسان دین دارد، اگر انسان طبق برنامه زندگی حرکت می‌کند، به خاطر این است که این هماهنگ با فطرتش است. به همین دلیل است که وقتی انسان از فطرت خودش منحرف می‌شود، الله متعال چی می‌فرماید؟ اولئک کالانعام بل هم اضل. اونها مانند حیوان هستند، از حیوان هم بدتر. وقتی پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم هجرت کردند و به مدینه مشرف شدند، ملاحظه کردند که مردم مدینه 2 روز در طول سال رو معمولاً برای خودشون جشن دارن. در این 2 روز مردم لباس نو میپوشن، بچه‌هاشون بازی میکنن. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم جویا شدند و پرسیدند که علت چیست، چرا چنین میکنید، گفتند که ما در جاهلیت این 2 روز رو جشن میگرفتیم. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند که لقد ابدلکم الله خیرا منهما عید الفطر و عید الاضحی. خداوند عوض آن 2 روز دیگر خیلی بهتر از این 2 روز به شما برای شادمانی و جشن و تفریح عنایت فرموده است. یکی روز عید فطر و دیگری روز عید الاضحی. عیدهای مسلمان‌ها دارای ویژگی‌های خاص و معروفی است. برخلاف مشرکان و اهل بدعت که معمولاً در روزهای شادمانی خودشون مشغول گناه میشوند و شرابخواری و نمیدونم دهها منکر دیگر، اهل ایمان در روزهای عیدشون و به مناسبت‌های اسلامی که پیش میاد پایبند مقرراتی هستند و در عین این که خوشحالی میکنن، لباس نو میپوشن، جشن دارن، دید و بازدید میکنن، شیرینی میخورن، شیرینی تقسیم میکنن، رفت آمد میکنن، در عین حال مواظب این امر هستن که مبادا الله متعال رو خدای نکرده از خودشون ناراضی بکنن و کاری انجام دهن که مورد خشم الله متعال قرار گیرن. بنابراین اهل ایمان خیلی دقت دارند و میفهمند، به خصوص در این مناسبت ها که شیطان خیلی هم تلاش میکند، مؤمنانی که عید دارن و جشن میگیرن مواظب هستند که فقط الله را از خودشون راضی کنند و این
هیچ تناقضی با این نداره که شما می توانید در روز عید لباس نو بپوشید، بچه‌هایتون لباس نو بپوشن، شادی بکنید، بیرون برید، تفریح بکنید، دید بازدید بکنید، اما الله متعال را از خودتون ناراضی نکنید. آنچه که مشروع قرار داده شده در این روزها نماز عید هست. در روز عید فطر نماز عید فطر است، در روز عید اضحی نماز عید اضحی است که معمولا 2 رکعت نماز صبح خوانده می شود. حالا در بعضی مناطق به دلایلی که علما تشخیص میدهند دیرتر نماز رو میخوانند، ولی سنت این است که نماز بعد از اشراق خوانده شود. این 2 رکعت نماز شکرانه است که مشروع قرار داده شده در این 2 روز و الله متعال میفرمایند فصل لربک وانحر. با توجه به این آیه کریمه در روز عید اضحی یا عید قربان بعد از نماز عید مردم مشغول ذبح کردن و کشتن قربانی خودشون میشوند و قربانی خودشان را میکشند به تأسی از ابراهیم علیه السلام و پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم. در واقع ابراهیم علیه السلام دستور یافت که فرزند خودش را سر ببرد. وقتی که این یکی از ابتلاعات و آزمایشاتی بود که ابراهیم علیه السلام مورد ابتلا قرار گرفت، وقتی که آمادگی خودش را اعلام کرد و فرزند عزیزش و پیامبر بزرگوار دیگر حضرت اسماعیل علیه السلام آمادگی اعلام کرد که گردن خودش را در برابر کار پدر بگذارد و از دل تسلیم حکم خدا شدند، خداوند متعال این قربانی را پذیرفت، ولی در عوض گوسفندی از بهشت آمد و ابراهیم علیه السلام آن را قربانی کرد و پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم این سنت را زنده کردند و 100 تا شتر پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم قربانی نمودند و هر مسلمان مکلف است که در روز عید یک گوسفند حداقل قربانی بکند. خب سروران بزرگوار، وقت برنامه ما در همین جا به پایان میرسد، ولی این موضوع قابل توضیح بیشتر هست، مطالب بیشتری هست که باید گفته شود و الحمدلله شماها هم میشنوید و هم میخوانید. مسائلی که ناگفته باقی مانده و ملاحظه میکنید و احتیاج به این میبینید که باید بیشتر در این باره مطالعه بکنید و بفهمید، میتوانید به علمای بزرگوار مراجعه بکنید، به سایت ها مراجعه بکنید، به کتاب ها مراجعه بکنید، اما همیشه خبر را سعی کنید که مطالب را مستند بخوانید و بفهمید. حرف بدون دلیل و بدون اشاره به کتاب های حدیث و صحیح هیچ وقت از هیچ کس نپذیرید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. خداوند